در این مرحله دو ردیف بالا درست شده، ولی در هنگام درست کردن ردیف دوم ممکنه این حالت پیش بیاد که مجبور باشیم این قطعه رو از این سمت به این سمت ببریم. برای این کار من این رو قدری به هم زدم که این مسئله رو برای شما روشن کنم. یه قطعه‌ای که سفید بالاست، قطعه دولبه‌ای که باید از سمت راست بره به سمت چپ. برعکس قبل عمل میکنیم به این ترتیب که سمت راست، سمت چپ، پایین، وسط سمت چپ، بعد بالا، بعد سفید رو درست میکنیم. این دو حالتی بود که پیش می اومد.